پس مال و فرزند را دلیل خوشنودی یا خشم خدا ندانید که نشانه ناآگاهی به موارد آزمایش و امتحان در بی‌نیازی و قدرت است، در حالی که اگر خدای سبحان اراده می‌فرمود به هنگام بعثت پیامبران درهای گنجها و معدنهای جواهرات و باغات سرسبز را به روی پیامبران می‌گشود و پرندگان آسمان و حیوانات وحشی زمین را همراه آنان به حرکت در می‌آورد. اما اگر این کار را می‌کرد، آزمایش از میان می‌رفت و پاداش و عذاب بی اثر می‌شد و بشارت‌ها و هشدارهای الهی بیفایده می‌بود و واژه‌ها معانی خود را از دست می‌داد.